خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان. یه سری تو لایو حالا گفته بودم یه سری ویدیو میخواستم بذارم برای بیشتر چیزای تئوری حالا ترید، مطالبی که خودم قبلا یاد گرفتم، نمیدونم یا تو کلاساش بودم یا حالا هر چیزی که از مطلب که خب زیاده، ولی خب خودتونم میدونین حالا اونایی که پیگیرن 60% مواقع کلا چیزایی که یاد میگیریم چه بگم کاربرد نداره، یا مثلا یک دو بار جواب میده بعدش جواب نمیده، ولی خب یه سری چیزا هستش که میبینی که هر دفعه واقعا کار میکنه برات و اگه قوانینش و اصولش رو رعایت کنی هر دفعه جواب میده اینا. بیشتر تایممو تو این ویدیوهای حالا میگم سری جدید میخوام روی این قضیه بذارم. یه سری مسائل بک‌گراند مارکت، حالا چه اتفاقاتی که میفته داخل اکسچنج ها و کلا سیر معاملات چطوریه و این قضیه. حالا از اونجایی هم که دوستایی که تو گروه هم میدونن یه مقدار من در مورد کریپتو زیادم خوشبین نیستم، حالا موافق کریپتو نیستم. دلایل خودشو داره. یکی از مهمترین چیزایی که هست، ببینید شما مثلا تو یه مارکت استوک مثلا سهام و اینا خرید فروش میکنی، یا نمیدونم طلا و انرژی و نمیدونم اینا رو معامله میکنین، به هر حال یه چیزی تو دنیای بیرون بسته این چیزی که اونجا شما میخرین. مثلا فرض کنید سهام فیسبوک رو شما مثلا قیمتش کاملا فرضی دارم میگم، بعدا این قیمتش این نبود، فرض کنید فیسبوک مثلا قیمتش $90، به هر حال این یه شرکت بدهی دارایی نمیدونم نمودار پیشرفت سالانه و خیلی چیزای دیگه داره که ارزش برند و چیزای دیگه داره که در صورتی که شرکت امروز استاپ کنه ببنده یا هر اتفاقی براش بیفته، با فروش اونا با نقد کردن اونا شما به واسه هر سهمی که از اونجا دارین یه مبلغی بهتون میرسه. مثلا فرض کنیم $50 بهتون میرسه، ولی خب ارزش سهمی که الان معامله میشه $90 یا ممکنه $60 باشه. و شما اینجا و این اطلاعات همیشه هست دائما از شرکت هایی که کلا بازرسی، حالا بگیم بازرسی که به صورت وصل نیستن به خود شرکت مادر انجام میشه و این اطلاعات راستی آزمایی میشه و منتشر میشه. حالا بعضی به صورت رایگان، بعضی هم که خودتون میتونید باید حق عضویت پرداخت کنین و تا بتونن اطلاعات آپدیت شده رو از این شرکت داشته باشین. مثلا فرض کنید تو اون شرکت تو گزارشش مثلا هر سهم فیسبوک رو مثلا امروز $50 میگه، شما به هر حال یه ذهنیت قیمتی دارین که اگر این سهم به نزدیکای 50 برسه میخرم برای من، یعنی که در حقیقت به منطقه‌ای داره میرسه که ارزش خودش دقیقاً برابر به اونه. یا در صورتی که مثلا تو اخباری مثل جنگ و نمیدونم کرونا و اینجور چیزایی که شاهد بودین، اگه یهو دیدم مثلا زیر 50 رفته، قطعا همه میرزن و میخرن و واسه همینه که تو اون دامپا بعدش شدیداً رشد میکنن و سهام برمیگردن سر جاشون، چون زیر حالا اون ارزش واقعیشون حالا به صورت اینکه تو مارکت پانیک سل شده، چه اتفاقی افتاده، زیر اون معامله شده و به هر حال خب یه نفر 45 بگیره، میگم همین لحظه بخواد مثلا نقدش بکنه، اون $50 ارزششه. پس در مورد سهام ها و چیزهای دیگه یه مسائلی هست، مثل این که تو کریپتو این وجود نداره، برای همین نوسانات خیلی بالاست. ما نمیتونیم بگیم که بیت کوین $3000 ارزونه، نمیتونیم بگیم که مثلا بیت کوین نمیدونم $3 میلیون خیلی گرونه یا $30,000 گرونه. اینو نمیتونیم تعیین کنیم. تو این مارکت فقط ورودی پول داره اینو تعیین میکنه که چه اتفاق برای مارکت قرار بیفته. یه پولی وارد مارکت میشه، به هر حال بیت کوین یا حالا مثلا کوین دیگه خریداری میشه، تعداد کوین در گردش مارکت میاد پایین، به تبع اتوماتیک قیمت میره بالاتر، اونور فروشی انجام میشه، یعنی در واقع سرمایه از مارکت داره میاد بیرون، به تبع تعداد کوینایی که داخل مارکت وجود داره تعدادشون افزایش پیدا میکنه و به هر حال قیمت هم اتوماتیک میاد پایین. یه مثال بارز تو این معامله دکس ها لیکویدیتی پول دارن که شما وقتی مثلا تو میخواین شرکت کنین یه سمت توکن یه مقدار میذارین، یه مقدار مثلا تتر یا بی ام بی، حالا مثلا مال پنکیک باشه، یا تو یونی سواب اتریوم میذاریم و این بالانس داره با هم دیگه. حالا هر سمتی مقدارش کمتر بشه، این یکی درجه اعتبارش و قیمتش میره بالاتر.
به هر حال کریپتو با این اوصاف، با این بدیایی که داره، در مقابل نوسان زیادی داره، حرکت خیلی زیادی داره. شاید مثلا اون نوسانی که مارکت گلد یا مثلا نمیدونم سهام، حالا تو بعضی خب آره تو سهام مثلا حرکت های زیادی داشتیم، ولی به هر حال تایمی که تو کریپتو مثلا تو 6 ماه یه نوسانی مثلا زده میشه، نوسان انجام میشه، تو مارکت های دیگه ممکنه 2 سال 3 سال طول بکشه این قضیه. برای همین هم این جذابش میکنه این مارکت رو برای کسب سود. برای مارکتی که حرکت داشته باشه، نوسان داشته باشه، گزینه خوبیه برای اینکه بشه روش کار کرد و نوسان گرفت ازش. ولی این که در نهایت مثلا تعصبی به قضیه نگاه کنیم، حقیقت اینه که این خب بلاکچین آره یه تکنولوژی خیلی تکنولوژی خوبیه. الان خیلی از بانک ها خیلی جای دیگه استفاده میکنن از این قضیه برای ذخیره سازی دادا و قضایای دیگه، ولی کریپتوکارنسی ها خودشون در حقیقت به هیچ جای وصل نشدن، چون اینا یوتیلیتی توکنن دیگه. یعنی شما در حقیقت یه چی میگن طرفدار اون پروژه ها هستین و قیمتش هم دقیقا همون پولی که وارد مارکت میشه و پولی که خارج میشه اون تعیین میکنه. برای همینم یه مقدار تو خریداتون حالا خیلی زیاد احساسی و اینجور چیزا نباید باشه. دو نوع کلا خریدار تو مارکت هستش، یعنی کسایی که ترید میکنن، یعنی دو نوع هستش. یکی اونایی که فیوچرز کار میکنن با لورج بالا حالا کار میکنن، یه سری اونایی که اسپات کار میکنن. اونی که اسپات کار میکنه از نظر من دقیقاً داره چون میگن یه حالت اینوستوری داره. باید یه سری پارامترها رو در نظر بگیره، مثل اینکه این کوین مثلا مارکت کپش، این کوین یا توکن، حالا من این دوتا رو جابجا ممکنه به کار ببرم، این کوین یا توکن مارکت کپش چقدره، کلا چقدرش میتونه تو بازار در گردش باشه، اگه جای دیگه مثلا نمیدونم برای تیمش جدا کرده توکن کی قرار آزاد بشه اینا، یا این کوین یا توکن قابلیت مینت داره، یعنی تولید میشه نمیشه، الگوریتمش چطوریه. مثل قضیه لونا که دیدین که حالا به گفته صاحباش هک شده، حالا دیگه اونو کی میدونه که هک شده واقعا یا باگ سیستم بوده که خودشون استفاده کردن. به هر حال قابلیت مینت شدن تولید داره یا نه، تعداد کوین کلا فیکس هست. یه سری توکن ها اینا هستش مثل توکن ها که کلا قابلیت فیکس هستن، قابلیت مینت نداره اسمارت کانترکتش. یا اینکه اصلا یه سری هم هستن که کم میشه از تعدادشون. این کم میشن مثل FTT، حالا مال FTX بود که در گذشته حالا صرافی هم اوکی نشد دیگه بسته شده، ولی خب توکن FTT اینجوری بود که از بابت فی و کمیسیونایی که میگرفت با FTX اینا رو میومد مثلا هر 2-3 ماه یه بار یه توکن سوزی داشت و تعدادش کم میشد. برای همین مثلا یه وی از $4-5 رفت تا $50-60 فکر کنم رسیده بود. چون به هر حال حجم پولی که تو مارکت FTT بود، فرض کنیم مثلا 1 میلیون توکن تو مارکتش باشه، بعد $1,000,000 هم باشه، یعنی هر توکن $1. بعد فرض کنید توکن ها مثلا 20%ش نیست، سوزونده شده، پس اون 1 میلیون تقسیم بر مثلا 800,000 تا میشه، پس اتوماتیک قیمتش میره بالا. به هر حال یه سری توکن هم اینجوری هستن. ولی علاوه بر اینا این پارامتر، یه پارامتر دیگه هم تو کریپتو هستش که خیلی مهمه، اونم یوز کیس یه توکن یا کوینه. یعنی کوین یا توکنی که شما میگیرین باید قابلیت استفاده تو جای دیگر رو داشته باشه، به عنوان حالا پیمنت باشه، یا اینکه مثلا مثال بگم حالا اتریوم، BNB، حالا مثلا BNB تو داخل صرافیش هم به عنوان مثلا گرفتن ایردراپ ها یا نمیدونم تو IEO کاربرد داره، یا اتریوم مثلا تو یونی سواب و داخل شبکه خودش به عنوان فی میشه پرداختش کرد. یا در مورد فایل کوین مثلا بذاریم مثال بزنیم، اونم برای خرید چیز چی میگم بهش، فضای ذخیره سازی و اینا به کار میره و اینجوری یه سری کوین ها هستن یا توکن ها هستن که کاربرد داره، یعنی یه یوز کیسی داره برای خودش. حالا وقتی یوز کیساشون کم تعدادش بیشتره، خب قابلیت این که یهویی مثلا این قیمتش بره بالاتر، یعنی الان زیر قیمت واقعیش باشه، خیلی زیادتره تا اونی که یوز کیسش کمتره یا مثلا فقط تو اکوسیستم خودشه. اگه یه توکن یا کوینی خارج از اکوسیستم خودش هم یوز کیس داشته باشه، واقعا یه گزینه عالی برای مثلا سرمایه‌گذاری حالا میان مدت یا بلند مدت میتونه باشه تو این قضیه. که اینا رو دیگه تحقیقاتش خودتون میتونه، اطلاعاتش هستش، یعنی هر کوینی حالا تو وبسایتشون، تو وایت پیپرشون، بعد داخل کامیونیتی ها
و یه سری اصلا سایت هستن که در این مورد رو تحقیق میکنن که حالا لیستش هم هرچند فرصت شد به صورت تکست حالا تو گروه و یا کانال تلگرام پخش میکنم اینا رو. به هر حال اینا رو باید در نظر بگیره یه اینوستوری که اثبات میخواد بخره و بعد علاوه بر اون با بررسی چارتش بیاد در پایین ترین حد قیمتی، یعنی در حقیقت این رو خرید انجام بده، نه اینکه مثلا بعد از اینکه فرض کنیم پمپ انجام شده یا مثلا تو حالا اینو بیشتر میتونیم بریم رو چارت هم صحبت بکنیم در این مورد. چارت رو اوکی ببین مثلا میگم به عنوان یه خریدار اثبات این چارت اتریوم هفتگیشه. به هر حال اینجا یه سری لول ها داریم که اصلا کاری با ایندیکیتور و چیزای دیگه نداریم. اینجا شما یه لول وقتی میبینی اینجا قیمت هفتگی چند باری اومده اینجا رو تست کرده، حتی رفته دوره برگشته اینجا، یعنی در حقیقت بولران داشته بعد دوباره هم برگشته همین لول ها، پس مشخص میشه که این اتریوم در این بره از زمان کف قیمتیش این بوده. حالا ممکنه مجدد به همون کف برسه یا نرسه، ولی خب پارامترهایی که همین گفتم قابلیت ماینینگش مثلا حذف شده، جاش مثلا پروف آف استیکینگ شده، بعد یه سری تغییرات انجام شده که تعداد اتریومایی که وارد میشه به مارکت سرعتش کم یا زیاد شده به هر حال. یا من کاری با اتریوم ندارم، این چارت هم به عنوان سامپل دارم چیز می‌کنم، اینم تحلیل نیست. به علاوه این خب یه سری پترنا اینو توضیح بدم قبلش. و این حال در مورد حالا تحلیلای تکنیکال چارت ها و اینجور چیزا زیاد هم من خودم شخصا سخت نمیگیرم، در حد همون ساپورت رزिस्टنس فیبوناچی و بعد نهایتش پترنای معروف مثل حالا رایزینگ ویج، فالینگ ویج یا مثلا هدن شولدرز و دابل تاپ و نمیدونم آدمای و یه همچین چیزایی بیشتر اونایی که خیلی مرسومن اونا رو استفاده میکنم. اونا رو اگه خواستین اطلاعاتی کسب کنین در موردش، ما قبلا اون قدیمی‌ها که میدونن یه سری جلسات آموزش زمان کرونا داشتیم که کلاس آنلاین بودن رو زوم، اینا رو من تو یوتیوب تو کانال یه پلیلیست داریم که اینجا همه رو گذاشتم و میتونین از اینجا اونها رو داشته باشین، حالا اونایی که علاقه‌مند به چیزای تکنیکال و اینا باشن. البته اولین قسمتش مدیریت سرمایه و اینا بود که حالا در این مورد کوچولو هم امروز صحبت میکنیم. برای مثلا من این چارت وقتی میبینم برای سرمایه‌گذار بلند مدت ترجیح میدم که مثلا الان فعلا وایسم برای این، یعنی ببین اینجا مثلا یه رایزینگ ویج داریم ما، به هر حال یه مارکت بیریش داریم میبینیم مثلا این ور استارت شده یه هدن شولدرز مانند، یا مثلا فرض کن اینجا هستش این حالا تارگتش بیاد. شد تحلیل چیز اتریوم، ولی خب همچین قصدی نداره. مثلا همچین چیزی میبینم اینم میذارم اینجا، میبینم که خب هنوز به تارگتش نرسیده به عنوان مثال، یا اینجا میام مثلا اینو بالاخره مثلث ها رایزینگ به جای پترنای ادامه دهندن بیریش بولیشش، حالا بعضیا میگن که رایزینگ ویج بیریشه یا مثلا فالینگ ویج مثلا بولیشه، نه اینطوری نیست. اکثرا مثلث ها رو پترنای ادامه دهنده، یعنی بعد اون ادامه روند قبلی رو انجام میدن شناخته میشه، که یعنی 51% این احتمال وجود داره که اتریوم بیاد پایین. یعنی ترید هم همینه، شما تو معاملات قضیه که 1%، یعنی 6 تا پارامتر داریم، مثلا فرض کنین ساپورت رزिस्टنس یا هر چیز 6 تا پارامتر دارین، از این 3 تاش مثلا 4 تاش میگه که میریزه، 2 تاش میگه که بالا میره. خب طبیعتا شما به سمت 4 تا رو بگین، از 10 تا پارامترتون 6 تاش میگه مثلا میریزه، 4 تاش مثلا میگه میره بالا، به هر حال باید اون یک دونه ای که اضافه تر یک سمت اون رو در نظر بگیریم و وارد حالا اون معامله بشین. حالا اینجا هم شورت میشه گرفت، هم توکن 3x رو میشه گرفت، توکن 3x رو میشه تو اسپات گرفت برای مثلا پایین اومدنش و چیزای دیگه. این تحلیل نیست، اینجا اشتباه نکنید فردا نگین که بیت کوین رو گفتی $100 میشه و چیزای دیگه. به هر حال این یه تحلیل نیست، فقط به عنوان سامپل گفتم که خب بالاخره چارتی که شما دارین میخونید، حالا چارت های دیگه هم میتونه باشه، مثلا چه بگم BNB و STT مثلا چک کنید، این هم چارتش مثلا تا هفتگی ببینید که خیلی بالاست، مثلا در حد اینکه پمپ شده. یعنی من ترجیح میدم چارتی رو بگیرم که اینطوری کف چون میگن گراف خوابیده و اینجا شانس هم بیشتر میخوام امتحان کنم تا اینکه
چارتی که نوسان گرفته و باز شده، یعنی در حقیقت قبل از نوسان میخوام که وارد بشم و توی نوسان خارج بشم از این قضیه. و خیلی حالا در مورد بیت کوین هم فکر کنم دقیقاً همون. ببین مثلا در این مورد هم مثلا وقتی به عنوان اینوستر نگاه می‌کنی، خب اینجا یه کف قیمتی بود که مشخصه چندین بار تاچ شده و اینجا هولدش کرده 6000 هولم، مثلا 3 سال اینجا این اتفاق افتاده و هر باری که بالا رفته دور برگشته اینجا. حالا میگم از بعد یه موضوع دیگه هم هست الان داخل همین چارت توضیح میدم. یا الان مثلا لولی که الان ممکنه مثلا در آینده به عنوان 6000 جواب بده، همین 18000 نه که اینجا هولد نکنه، خب طبیعتا دوباره پایین تر، یعنی بین این و 18000 و 6000 یه لولی پیدا میکنه برای اینکه ساپورت بشه. برای این چیزایی که باید مد نظر داشته باشین، چون اینجا هیچ چیزی تعیین نمیکنه که قیمت بیت کوین 26 باشه یا 6300 باشه. اینجا میتونه باشه بدون هیچ سوال جوابی، یا بالا $1,000,000 هم میتونه باشه بدون هیچ سوال جوابی. یعنی در این مورد فقط حجم ورودی پول تو مارکت و یه سری حالا اخبار دیگه مثل اخبار خوب و بد اینا هستن. اخبار معمولا برای چیز استفاده میشن که میگن ذهن معامله‌گرا رو یه ذره منحرف کردن. اصل قضیه پوله، یعنی پول باشه تو مارکت، به هر حال این بیت کوینی که تو گردشه کمتر میشه قیمتش میره بالا. نه پول خارج بشه از مارکت، طبیعتا تعداد بیت کوین ها زیادتر میشه و قیمتش میفته به سمت پایین. یه چیز خیلی ساده است اینجا. میگم تو حالا معاملات سهام و بورس و چیزای دیگه سخت‌تر میشه قضیه، ولی خب اینجا خیلی راحت‌تر. شما حجم ورودی پول رو با خروجی پول در نظر بگیرین، اگر اطلاعات درست داشته باشین که متاسفانه چون رگولیشن ها تو مارکت کریپتو اینا زیاد اوکی نیست، برای همین هم اطلاعات درستی هم توی این مورد کسب کردن یه مقدار سخته. یعنی حجم ورودی پول از کجا اومده، پول سیاه تو مارکت زیادتره و چیزای دیگه. حالا مثلا این تو مارکت سهام و بورس و اینجور چیزا این مشکلی کمتر داریم تا به نسبت مارکت کریپتو. برای همین هم این قضیه سختش میکنه قضیه رو. ولی از طرفی هم خب مارکت جذابیه و سودهای زیادی رو میتونه بهتون بده. حالا مثلا یه سری چارت های دیگر داریم که مثلا خیلی بهتر از حالا مثلا همین لینک رو اگه نگاه کنیم، مثلا این چارت هفتگی برعکس اونا چارت هفتگی پایینه. یعنی حالا این کدوم صرافی بود فکر کنم قدیمی تر بشه. اینجا یه بولرانی داشته، بعد اینجا به من حالا ساپورت بوده، دوباره برگشته همون مراحل. یعنی اینو خریدن منطقی تر از حالا اتریوم یا بیت کوین برای منی که میخوام سرمایه گذاری کنم میاد، تا اینکه بخوام اتریوم یا بیت کوین رو تو این ناحیه بگیرم. بعدم تو خریدای اسپات جنبه سرمایه گذاری داره، شما مهم نیست که براتون مثلا فرض کنید شما وقتی یه تارگت، مثلا مثال میگم این تاپ رو تارگت دارین مثلا $17، شما حالا 6 و 1 بگیرین، 5 و 1 بگیرین، اگه تعداد کوینی دارین معامله میکنین، یعنی میگین که من 1000 تا لینک میخوام بگیرم، برای من مهم نیست قیمتش چنده، من 1000 تا لینک میخوام بگیرم، رو $17 هم اینو میخوام بفروشم. یعنی اینکه رو 17000 تا شما اینجا مثلا فرض کنید 6000 تا پول میذارین، روی 17000 تا میفروشین، یعنی میشه حدوش $11000 برای شما سود. خب حالا رو 5 و 1 بگیرین $1000 تاش برای شما قضیه فرق کنه، یعنی شما کوینی دارین به قضیه نگاه میکنین. ولی وقتی دلاری نگاه کنین بگیم مثلا من $10,000 میخوام اینجا لینک بگیرم و این رو تو 17 بفروشم، خب طبیعتاً 6 و 5 و 1 یعنی $1 اینور هول و هوش نزدیک 20% میشه. یعنی شما ممکنه اینجا 1000 تا میتونستی بگیری، تو 5 و 1 1200 تا میتونی بگیری. برای شما مهمتر میشه که اون موقع چه کار کنم. من خودم چون تعداد کوینی نگاه میکنم به قضیه، مثلا میگم من اینجا مثلا فرض کنیم 1000 تا لینک بگیرم اینجا بفروشم، اوکی $11000 اوکی. حالا دیگه پایینتر یه $1000 برای من فرق خواهد کرد. ولی خب میگم دلاری نگاه کنیم به قضیه یه چیز متفاوته. یعنی شما میگی من $1000 میخوام فقط لینک بخرم، پس هر چقدر ارزون تر بگیرین کافی. ولی خب اون دیپ رو گرفتم در نظر داشته باشین که خب همیشه همچین چیزی ممکنه مقدور نباشه و حتی وقتتون رو بگیره، اذیتتون کنه. من خودم ترجیح میدم که دیگه وقتی اینجا برای من مثلا یه زونای من معمولا تو چارت دیدین یه ذره تو اثبات مثلا بزرگتر، من خب
یه همچین ببین اینجا رو هم داره در نظر بگیر. اینجا مثلا زون خرید، یعنی اینجا هم باشه فرق نمیکنه، این پایین هم باشه و اینجا هم باشه، من اینجا خریدم و انجام میدم و زون فروش من مثلا یه بالای این کندل، این ناحیه مثلا میتونه برای من زون فروش باشه برای خارج شدن از این معامله و این فاصله برای من مهمه، یعنی چه اینجا بگیرم چه این کفش بگیرم فرقی به حال من نداره، یعنی رو دیگه تایم نمیذارم که برم رو تایم فریم، نمیدونم یک روزه، نمیدونم سه ساعته، یک ساعته، 4 ساعته که دیپ ترین نقطه رو حالا با استرس چیز بگیرم، یه سرمایه گذاری انجام میده و تموم میشه میره. الان در حالت مثلا اثبات من گرفتم چند هفته پیش بود فکر کنم گرفتم نزدیک 25% مثلا تو ضرر کل چیز اثبات من، ولی خب به هر حال عددی نیست که اذیت بکنه. یک دوما این هم در نظر داشته باشین که این مارکت همونجوری که گفتم هم پر ریسکه، همین که اسیتایی که اینجا هستش به هیچ چیز واقعی تو دنیا وصل نیستش، پس این خیلی مهمه که مقدار سرمایه‌ای که توی مارکت وارد میکنین رو کنترل بکنین. معمولا مثلا بین 5 تا 10% ماکسیموم چیزی که شما میتونید از کل سرمایه، حالا اونی که میخواین اینوست کنین جای دیگه ماشین بخرین یا خونه بخرین یا اونایی که حالت سرمایه گذاری داره براتون 5% تا 10% رو میتونید توی مارکت بذارید و واقعا اگه توی این مارکت خوب عمل بکنید همون 5% تا 10%تون توی یک سال اندازه کل سرمایه قبلیتون، کل سرمایه‌تون دوباره میشه و خروج میکنین، حالا دوباره مثلا یه مقداری میذارین توی این مارکت. اینی که بذارین مثلا ماشین هم بفروشم، خونه هم بفروشم، همه رو بذارم تو اینجا، این میشه قمار، یعنی اینو باید دیگه کسی که انجام میده خودش قبول کنه که این یه کاریه که باختم داره توش و بردم داره، یعنی در نظر باید گرفت که کسی که این کارو میکنه ممکنه هم که کل پولش بره یا هر چیز دیگه. حالا تو اثبات مثلا ممکنه 4 سال 5 سال منتظر بمونه برگرده، حالا اگه کوین درستی انتخاب کرده باشه، نه اینکه حالا مثل لونا و چیزای دیگه هم باشه که خب باید اینا رو هم قبول کرد. در حد هم میگم 5% 10% به نظر من کافیه، چون شما مثلا میگم یه تارگت 10x داشته باشی که سرمایه‌مو 10 برابر کنم، در حقیقت سرمایه داخل کریپتو تو یه سال دو سال میشه دقیقاً اندازه سرمایه بیرون کریپتو و یعنی در حقیقت شما 2 برابر در کل مثلا سرمایه‌تون زیاد شده، حالا جای دیگه که اینوست کردین حالا اون به جای خود. یعنی تایمای خرید اینجوری و چیز خاصی نداره. در مورد ها فیوچرز ها هم یه صحبتی بکنم، این البته تو ویدیوهای آموزشی هم هستش. ببین تو فیوچرز معامله کردن تو تایمای مخصوصا پایین مثلا 15 دقیقه یه ساعته خیلی اوکی، یعنی اینو قبول دارم، ولی به درد کسانی میکنه که واقعا احساساتی نباشن، یعنی قوانین مخصوص خودشون رو بذارن و تا به اون قوانین باشن، همیشه خارج از اون قانون بری. فیوچرز خب جایی که ضرر و سود بی‌نهایت داره، یعنی شما هم سودتون میتونه بی‌نهایت باشه هم ضررتون میتونه بی‌نهایت باشه. اینکه لورج 1x باشه 2x باشه 3x باشه نمیدونم 100x باشه این مهم نیست، از نظر من فقط حجم معامله تعیین کننده میزان ضرر و سود شماست. یعنی شما در نهایت مهم اینه که 1000 تا لینک لانگ شورت گرفتی، حالا این 1000 تا رو با 100x هم میتونی بگیری، با 2x هم میتونی 1000 تا رو بگیری، هیچ فرقی به حال شما نمیکنه، چون 1000 تا لینک به هر حال $1 بیاد پایین $1000 ضرر به شما زده، $1 بره بالا $1000 به شما سود داده. این که ایکسش رو زیاد اصلا از ذهنتون کلا پاکش کنین قضیه رو. تو مثلا فرض کنم اینجا یه چارتی داره میرم ترندمون باشه که داون ترنده، معمولا اینجوری فیوچرز اونایی که کار میکنن مثلا فرض کنیم اینجا هم RSI رو داشته باشیم، ما مثلا حالا یه RSI اینجوری که مثلا حالا برای ما داره مثلا اینجا یه بولیش دایورجنس میده. به هر حال شما وقتی اینجا فرض کنید اینجا رو دیدین این قسمتش مثلا نیست، شما اینجا میای لانگ میگیری دوباره مثلا اینجا یه استاپ میذاری، سودی که میخوای از این بگیر تارگت، بچه یه مشکلی که زیاد پیش میاد تو دوستان دیدم مثلا طرف اندازه ضررش دوره تارگت میذاره یا در حقیقت 1 به 1 میذاره، خب این یا این ور میخوره یا این ور میخوره. به هر حال حالا میگیم 51% تحلیل کردیم تکنیکال داشتیم فلان در جایی که ما میخوایم میره، ولی خب هر لحظه امکان داره این یکی رو هم بزنه، همونجوری که مثلا دیدیم مثلا بولیش دایورجنس نشون میده دوباره مثلا میاد یه تا یه دونه پایین اینم میاد یه کف جدید استاپ رو میزنه بعد شروع میکنه مثلا حالا اینم داخلش اینجوری باشه میره بالاتر. 1 به 1 چیزی که جواب نخواهد داد به شما، بهترین کار اینه که شما حتما
1/3. من خودم 1/4 1/5 تو کریپتو استفاده میکنم. 1/3 یعنی 1/4 1/5 برای من جواب تره. حالا با اینا رو میتونین با فیبا هم در بیارین که مثلا دقیقا کجا میتونه بیفته تارگت های احتمالی، بعد ببینین که میصرفه بگیرین، نه که نمیصرفه برین پیر بعدی یه کوین دیگه. یعنی لزوما وجود نداره که شما آره مثلا الان $1 استاپ لاستونه حتما $3 بزنید، نه اون $3 هم باید تارگتتون بیفته یه جایی که خب یا رسیستنس یا عدد فیبا هستش دیگه خارج اون بیفته که ببینین شانسش خیلی کمه که به اونجا برسه. طبیعتا نباید وارد این پوزیشن بشین. مثلا در مورد لانگ در مورد شورت هم دقیقا همون قضیه است. به هر حال همیشه این احتمال وجود داره که آره مثلا مارکت همه چیز ساین مثبته ولی شما پوزیشن وارد میکنین و این دوره برمیگرده پایین. حالا مثلا تو فرض کنین یه سری میگم که این قانونا رو باید رعایت کنین، شما این استاپ دیگه اینجا باید بمونه همیشه، حتی بیاد اینجا استاپ شما رو بزنه و بره بالا، این استاپتون باید بخوره اینجا. حالا اینجا دیگه وقتی میبینید برگشت بعد استاپ زدن، این یه معامله جدیده براتون، یعنی اینجا میتونید دوباره این رو معامله بکنین یا اینکه نکنین اصلا. ولی این استاپ جابجا نمیشه. مثلا میگم اکثرتون میارم پایین تر، این میاد پایین اینم میارم پایین تر، میاره پایین تر که مثلا آن دابل باتوم میکنه، بعد مثلا یه کوچولو میاد باید اینکه داره هد اند شولدرز برعکس میکنه، بعد یه میبینی کل پولش مثلا لیکوید شد یا اینکه استاپ لاس رو مثلا اندازه 60-80% مثلا پولش تو استاپ لاس رفت. چون ببینید شما با این قانون مثلا 1/3 یا 1/4 کار کنین، اینا ویدیو درست میشه آره، 1/4 کار بکنین یا 1/3، بگین که مثلا من 100 تا معامله میکنم تو ماه، مثلا تو 2 ماه 3 ماه 70 تاش مثلا استاپ لاس خورد، یعنی بعد شانس هم زیاد، تحلیلم خوب نیست، مثلا 30 تا تارگت خوردم من فقط به عنوان مثال. از این 100 تا این هم مثلا کل چیز در نظر بگیریم که مثلا $1 باشه، یعنی در حقیقت استاپ لاس همون $1، یعنی $70 من دادم رفت تو 1/3. اینطوری میشه که شما 3 تا $30، یعنی چون 1/3 بود، تو هر معامله‌ای که تارگت خورده $3 کسب کردین، تو هر معامله‌ای که استاپ خورده $1 رفته، در حقیقت $70 ضرر کردین سرجم، $90 سود کردین. پس طبیعتا میمونه تهش $20 برای شما سود. اوکی، یعنی در این حالتی که 70% استاپ بخوریم تحلیلاتون غلط حساب در بیادم، شما باز $20 تو سودین. حالا تو فرض کنین که مثلا دیگه شما 1/4 انتخاب بکنین که تو کریپتو اصلا خیلی راحته، این مثلا چارتایی پیدا کرد که 1/4 باشه، این یه سود خیلی خوب بهتون میده. حتی میتونین شما بگین من 80 تا معامله 80% معاملاتم استاپ بشه، 20%شون مثلا منجر به تارگت بشه، یعنی در حقیقت 1/5 معاملاتتون از 5 تا معامله یه دونش تارگت، 4 تاش مثلا بخوره به استاپ، که دیگه این عددیه که فکر کنم یکی اصلا شانسی با شیر و خط هم با سکم بخواد چیز کنه پوزیشن بگیره به این بشه رسید. یعنی از 5 تا که شیر و خط میندازین که شورت لاین بگیرم، از این 5 تا یه دونش میشه که به تارگت بخوره دقیقاً، یعنی اصلا تحلیل زیادی هم نمیخواد. باز هم ببینین که تو این حالت هم سود میکنین، چون 20 تا مثلا فرض کنید 1/4 باشه، این میشه $80، این هم 80، یعنی تازه اینجا میشین یر به یر. یعنی اینجا یعنی شما از هر 5 تا معامله یه دونه تارگت داشته باشی و 4 تاش استاپ لاس بخوره، یر به یر، یعنی در حقیقت هیچی از دست ندادی، یه دونه بیفتی این ورتر سوده. تو فیوچرز فقط میگم من خودم هم شاید بعضا این اشتباهاتو بکنم، جابجایی استاپ نذاشتن و چیزهای دیگه باعث میشه که شما برای پوزیشن های بعدی یا مثلا اون 100 تایی که تو 2-3 ماه قراره بگیری و بر حسب اون سود و زیان حساب بکنی، دیگه تا اون 100 تا زنده نمون، تو 2 تا 3 تا پوزیشن کل پولت بره و بعدش چی دیگه وایسی نگاه کنی، یا بری مثلا نمیدونم با قرض و بدهی و وام و اینجور چیزا بیاری مثلا پول تو مارکت و استرس اون باعث بشه که دوباره اشتباهات پشت سر هم انجام بدی. چون مارکت هم عین قضیه کازینو، شما یه تایمی میای مارکت میبینی که آره مثلا اصلا هیچی هم بلد نبودی اون اوایل، مثلا میگرفتی سود میکردی مثلا سودای ریز مثلا فرض کن $100 گذاشته بودی که تست کنم کریپتو رو، مثلا 100 تو یه ماه کرده بودی 200 تا 200 تا، بعد یهو میگی که من خب 100مو اینجوری کردم 10,000 تا بذارم اینو مثلا 20,000 تاش بکنم. اوکی، دقیقاً اینجا عین قضیه کازینو، شما خسته شدی،
یعنی مارکت شما رو خسته کرده، دیگه نمیخوای 100 تا کار کنی، این دفعه میخوای 1000 تا دیگه ببندی کلا بارتو. تو کازینو هم اینجوریه، طرف مثلا میبینی میشینه مثلا فرض کنین $2 $1 $1 کار میکنه، مثلا طرف 200 300 تا کار کرده و یهو میگه بذار این 200 300 همه رو یه جا بذارم، یه پولی هم از جیبم در بیارم بذارم مثلا دیگه ببندم، مثلا بشه $2000 برم فلان چیزو بگیرم. یا تو مارکت کریپتو هم دقیقاً همین، همون لحظه که شما اون کارو میکنی در حقیقت شما ریسک تو بردی یهویی بالا. مثلا شما تو $100 مثلا بگیم قانونم رعایت کردی، مثلا $1 بود، مثلا $2 بود ریسکت یعنی استاپ لاسات الان، ولی یهویی شما وقتی رو 10,000 میری 2000 تا 1000 تا میشه و این از لحاظ روانی شما رو اذیت میکنه و منجر میشه که دوباره اشتباه، یا شما توی یه معامله که استاپ خورد 1000 تا میره یهو مثلا در حقیقت همون مدل $1 $10 $100 بود، اونجا $10 اذیتت نمیکرد و $1000 داره اذیتت میکنه و این فشار روانی که میاد رود باعث میشه که اشتباهات رو پشت سر هم انجام بدی بدون اینکه چی میگن یعنی خودت هم بفهمی که داری اشتباه میکنی. و دقیقا دیگه به جایی آخرش میرسه که هر چی که داری میخوای بذاری توی یه کوین که احساس میکنی این کوین 10 برابر میشه، بعد با 100x و فلان و فلان دیگه اونجا میری مثلا 2 روز بعد چیز میکنی. و مارکت یه تایمایی هم هست خسته میکنه، مثلا همین چند روزی که بعد اون ریزشه میبینیم که سایت زده، یا مثلا همین جا که لینک رو ببینید یا مارکت داره خسته میکنه. به هر حال اینو باید فراموش کنی، این چارت رو دیگه تعقیب نکنی. اینجا اگه خریدیش هر عددی این نباید تعقیب کنی. شما فقط میتونی یه آلارم مثلا بذاری رو 3 و 8 اینا، یه آلارم هم بذاری نزدیک تارگتت یا تارگتت رو بذاری و تمام شد رفت. این دیگه از سیستم کاریت خارج شده تا زمانی که یا این ور بخوره یا این ور مثلا زیر استاپت بخوره، یا تو فیوچرز هم دقیقا همین تایم فریم که شما این پوزیشن رو گرفتی تمام شد، اینجا استاپ اینجا تارگت، یا این میخوره یا این میخوره، چیز وسط هیچ قرار نیست اتفاق خاص دیگه بیفته. پس اینی که تعقیبش کنی فرقی به حال پوزیشن شما نمیکنه، فقط باعث میشه که این استاپ جابجا بشه یا این تارگتت جابجا بشه. میبینی میره بالا، بعضی هم اینجوریه تارگت از اینجا برم داره مثلا میذاره اینجا 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 و یهو میره از اونجا برمیگرده و هر چیزای دیگه. یعنی در حقیقت قوانینی که خودتون میذارین و قوانین خودتون اگه زیر پا بذارین دقیقاً تو مارکت به مشکل برمیخورین، در ضررش دقیقاً مستقیم به خودتون برمیگرده. یه سری چیزای دیگه هم بود ولی فکر کنم تایم ویدیو نمیدونم دقیقاً چقدر شد، ولی تایم ویدیو فکر کنم زیاد شده. اجازه بدین که اونها رو توی ویدیوی دیگه توضیح بدیم. نمیدونم الان انگار ضبطش هم وسط قطع شد. به هر حال حالا یه سری چیزای دیگه که قراره در این مورد صحبت کنیم، مثل میگم فقط ترید نیست توی مارکت پول در آوردن، خیلی چیزای جانبی داره مثل ماینینگ که همتون میدونین، یه سری لیکویدیتی ماینینگ هستش که توی چی میگم بهش خوشبختانه داره ضبط میشه. یه سری مثلا لیکویدیتی ماینینگ تو دکسا هستش، بعد عرض کنم آربیتراژ هستش، آربیتراژ بین ارزهای کشورها با مثلا بیت کوین یا چیزای دیگه هست که خب از کریپتو استفاده میشه برای سریعتر ترانسفر کردن پول و چیزای دیگه. اینا رو هم سعی می‌کنم تو همین ویدیوها سریعی باشه براتون توضیح بدم. دوستان نظری پیشنهادی اگه داشتن که اضافه کنیم به اینا یا کم کنیم یا اصلا بد بود بگین ادامه ندیم، اینا رو برام یا کامنت یا تو گروه بنویسین. بعد حالا اگه مورد استقبال باشه، اگه به دردتون بخوره که خب ادامه میدیم، نه که خب به هر حال تا جایی که من انرژی داشته باشم ادامه میدم دیگه، بقیهش ببینیم که چه اتفاقی میفته. ولی به هر حال یه مقدار تو مارکت میگم باید مواظب باشین، دقیقاً یعنی بدون استرس کار کنین، پولی بیارین که استرس براتون نداشته باشه که این از دست رفت ال میشه بل میشه زندگیم به هم میخوره یا خونم مثلا میره و چیزای دیگه. نورم فکر کنم کم شد یه بعد عرض کنم که همینه، یعنی با ذهن آسوده کار کنین خیلی خوب و راحت و به همون مقداری کمی مثلا فرض کنین با 1000 تا شروع کردین دارین قشنگ مثلا آروم آروم افزایش میدین سرمایه‌تون رو، با همون فرمون بریم تایمایی که خسته میشین که یه ماه 2 ماه مثلا کار نکنین، نه اینکه بیان یهو 10,000 تا مثلا از 1000 برین رو 10,000 یا 100,000 مثلا یه پولی بذارین که بخواین بارتون رو ببندین. اینجا یه همچین جایی نیست که کسی بیاد بارش رو ببنده بره. ما یه دوستی داشتیم که اینجا یه دانشگاه بود، یه ایونت اکونومی بود،
در موردش از کریپتو و نمیدونم فارکس و این چیزا گفتیم که این تحلیل و محلیل نظرتون چی؟ در مورد گفت ببین اگه با نقاشی کشیدن باشه کسی پولدار بشه بارشو ببنده. خب اونایی که مثلا 2 سال پیش هم داشتن میکشیدن الان امروز هم دارن نقاشی میکشن، پس معلومه که از نقاشی کشیدن کسی پولدار نشده تا الان که اینا هنوزم دارن این کار رو انجام میدن، ولی میرفتن برای خودشون یه بیزنس دیگه یا مثلا یه کار دیگه انجام میدن و با نقاشی کشیدن پس کسی به جایی نرسیده. ولی خب اینجا میگم یه سود بین مثلا بستگی به حرکت های مارکت داره، بین 7 تا 15% ماهیانه برای یه نفر تو برایند 1 ساله خیلی خوبه. یعنی شما تو 1 سال ممکن 3 ماه 2 ماهش مثلا تو ضرر باشی فلان و اینا، ولی میانگین بگیری تو ماه مثلا نزدیک 10%، حالا ممکنه بیشتر مثلا تا 15 بره تو سود باشی. این کافی، یعنی این یه چیز خیلی عالیه، کافی نیست عالیه. یعنی تو هیچ بیزنس دیگه این سود رو نمیتونین داشته باشین و این یه چیز عالیه این عدد دیگه. به خاطر بیشتر از این به نظر من طمع کردن یه مقدار میره رو همون بحث قمار و چیزای دیگه. البته قمار خیلی راحت تر از اینها، چون بخاطر شما یه پولی میذاری جیبت میری کازینو، یا اون تموم میشه یا اینکه یه چیزی کاسب میشه اونجا. ولی اینجا جوریه که مثلا هی میاد پایین، از بیرون پول تزریق میکنی، نمیدونم فلان چیزو بفروش، نمیدونم دلار بفروش، یکی طلا میفروشه، نمیدونم یکی زمین میفروشه و هی دوباره قرض میگیره فلان، که دارم مثلا میانگین کم میکنم چی کم میکنم فلان. یه سری چیزایی که واقعا به نظر من یعنی درست نیست این حرف. اصلا میانگین کم کردن ببین تا یه حدی، مثلا تو شما مثلا لینک رو نشون دادم مثلا آقا یه بازه خرید داریم، آره میتونی 3 تیکش بکنی خرید تو و اونجا اوردراتو بچینی و بخری، اینجوری میانگین خریدت آره میاد پایین. ولی اینی که دیگه مثلا از نمیدونم $20 اومده 15، شما دوباره بخری اومد 10 دوباره هم مثلا بخری که میانگین کم کنه، به اینا هر کدوم یه معامله جداست. شما ببینی که این کوینی که از 20 اومده 15، شما 15 اینجا یه معامله جدید باشه میخری اینو یا نه؟ اگه آره خب یه معامله جدید میشه، مثلا 2 برابرش بکن بخر. رو 10 اومد دوباره میخری اینو یا نه؟ یا اینکه نه این به نظرت یه کوین مرده است دیگه داره میره به سمت سقوط. اینا رو باید در نظر بگیرین که اونها یه معاملات جدیده. وقتی شما دیگه با فاصله وارد یه چیز میشین میتونین برین یه کوین دیگه بگیرین، فرق نمیکنه، قرار نیست پول شما تو اون کوین گیر نکرده، شما اینجا اگه از دست دادی توی کوین دیگه ممکنه به دست بیاری. زیاد اصرار نکنین روی پیر خاصی که ازتون مثلا فرضون $100 گرفته من باید 100 هم از این بگیرم، از جای دیگه هم میتونین بگیرین. یعنی کل تو مارکت پخش شده پولتون. برای خیلی زیاد شد، فکر کنم سرتون درد آوردم. امیدوارم که حالا اینا به دردتون خورده باشه و انشالله که ادامهشون بدیم.